بالاخره نتا وصل شد، اومدیم بریم روبلاکس توی یه بازی دیگه. برو بریم. لیتس گو. آیفون فروشی، یعنی گوشی فروشی زدیم و بعد تعمیر کنیم گوشی ها رو، یعنی تعمیرگاه گوشی. آره تعمیرگاه گوشی زدیم. برو بریم. خب ببینید اینجا خب یه اینو بخر. خب اینجا چیه؟ میگه بیا اینجا. اونجا چیه؟ فویله. خب اینو الان ما گرفتیم دستمون که اینو باید بخریم $0. خب اینو $0 رو خریدیم. خب وارد اینجا باید فویل این LCDه نمیدونم. خب الان باید سریع گوشی دم دستگاه بندازیم. بابا نه. خب خب الان گوشی رو یه گلس هم فکر کنم یه تمرین بس بندی میکنیم و برو بره. خب الان باید چیکار کنم؟ اینجا باید بخریم اینو. خب مشتری عزیزمون داشت چیکار داشت؟ الان من میشه بگین باید به کی بدم؟ اینو الان من باید به کی بدم؟ باید به شما بدم؟ بفرمایید اینم گوشیتون. برو بیرون. چی داری میگی؟ خب پولتو به $9 سگ خور بابا. بذار وبکم باشه کوچیک‌تر کنم پولو ببینید. واحد پول گیم $9 بیشتر پول نداریم. سلام داشت من میخوام باید بیام. غلط داشت. خب مشتری عزیزمون اومده. مشتری گلمون. مشتری گلابمون. بیام. خب چی میخوای؟ دوباره باید یه گوشی درست کنیم بره مشتری. بیا گوشی رو چسب کاری تن دستگاه بندازیم. یه LCD روش میندازیم. یکم هم یه گلس میندازیم. حالا بس بندی دیگه قلق کار دستم. بس بندی بگیر بده به مشتری عزیزمون. سلام نوکرتم. برو. خب سلام داداش. به مشتری چقدر پول داری؟ پولو بده. ببین مشتری گلمون. خب اومده اینجا پول $13 بیشتر پول دار. خب 13 بابا چرا من دیگه $13 دارم؟ مشتری گل ادفرند دیگه. ادفرند دارم. استادش اسکین چه مسخره بازیه. یه سال با $33 فکر کنم یه آیتم بخریم خوب نیستا. خوبه. بیا بفرما. خب ببینید. خب ببخشید بچه ها. خب داشتی میگفتیم یه گلس سرامیکی میندازیم. خب بسته بندی و میگیریم بریم به مشتری گلمون. بله. خب سلام داداش. ریدم تو اسکینت. ببین یعنی واقعا ریدم تو اسکینت. اسکین نیست ریدمونه. بعضی علمه خوششون میاد ولی واقعا ریده است اسکینش. داشت بذار منم باید بیام. اومد. داشت مرسن رفت. خب روباکس ندارم. خب ببین خرید کن. بیا وارترز بخر. پول نداریم دیگه. کار کنید. بالا کار. دنگ کار کن. بفرما. گوشی باید درست کنیم دیگه. به من مربوط نیست. بفرمایید. بسته دیگه. خب ستایش بله. من فقط اینجا بسته بندی انجام یه مشتری دیگه هم بادایید بدم برای باز صبر کن من اینو بدم به مشتری دیگه. پولدار داریم میشه. مثلا خب
پیسی. اوه 9 دلار. بریم اون یکی سرباز صفرم بخریم. بریم یه سرباز صفر بخریم. به 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 این آسمون کار کنیم. آها کار کن. آفرین. ببینید خب بودو دیگه. بچه مشکل برای پیش آمده کسکم. خب اومدم او چند گوشی 10 تا گوشی اونجا جا میگیره. مشتری بیا همین گوشه رو بگی چرا انتخاب میکنی؟ ما یه گوشه بیشتر آیفون نمیدونم. ما یه گوشی بیشتر نداریم. چرا باز اونها تعمیر کار گوشی بگیر VIP داداش. برو به به خدا بده برکت. درست سالی کم میدم اگه ولی بازم پولیه. 15 دلار نمیدونم چی بود خریدم. نمیدونم خدایش چی بود. چند دقیقه تایم ویدیو 6 دقیقه خیلی کم. 6 دقیقه میخوام 20 دقیقه ویدیو رکورد کنیم. خب با گوشی بسازیم. بذارید الان بهتون فایل میدم. چی؟ خوابیدیم بیدار شید بیشورا. آیفون دستم بگیرید کار کنید. کار بیا بابا کار کن. کار همه چی رو میریزم سرتونا. باید کار کنید. به من مربوط نیست. تا صبح اول صبح میشه همین. خیلی راحت. ببین من کارم خلاصه نمیتونم دیگه بزنم. بابا دارید کار کنید. خوابیدی داداش دارید گندنم یه فون سب کنید. سب خوابیدی بی خب داداش بر طبقه اول دوتا خب داشتیم گفتیم هر کی بخوابه اینجا اشهد ان لا اله الا الله. خدایا همیشه بگم که نباید بگم. خب یه چیزی باید بگم که نباید. بگیر دیگه آیفونتو. VIP نیستی داداش. بعدی داشت تو هم بگم کار کنم. این وظیفش چیه؟ چه وظیفه‌ای داری داداش؟ آیفونیتا برو مکس. الان میشه بگی داشت وظیفه تو چیه؟ واقعا میخوام بدونم که وظیفه اینو که از فرندام خدایش. بگیر پولتو بیا. خب برو بابا سیشتیر کن بیرون. مشتری بعدی کی تو ما؟ چرا تبدیل شدی داشت؟ تبدیل شده. بگیر بدون به موبایل خفه شو بابا. بگیر پولتو بدم بگیرم. زیاد داشت 23 دلار بیشتر موجودی نیست داشت. چند به خاطر گوشی این آدم 13 دلار پول میده. شما فقط بخوابید. همه آیفون ها رو بدین دست خودم. شما بیلیاقتیم بابا. به گرفتن آیفون رو نداریم. بیلیاقت. خب چی میخوای ها؟ بگی. خب پول چقدر میدی؟ کمه. 13 دلار کمه. نمیدونم چند دلار داری ولی ببین هر چقدر دادی کمه. خب مشتری بعدی کیه؟ بعدی مشتری نداره. بعدی شما. ببخشید واقعا ببخشید. پول کم بده. الان که دلم میخواد ببین اگه میشد اخراجشون کردم. یکیشونو میخواد 2 تا آیفون به شما بدم رایگان. بدو بده بگیر. لیتس گو. چقدر پول دادی؟ بازم زیاده. بذار ببینم بودو بیا برو دیگه. میخوام مشتری باید پول در بیاری
ایشون کیسا همه اومدن بره از راماتاکو. یعنی من یه فرند دارم راماتاکو شد یوتیوبر هم هست. یه رفیقیم از فرندش دارم ولی نمیم چون نمیاندم با ما گگ. برو واسه ما $60 پول داشتیم. دزد سگا شماها دیگه بیدار بابا یه لحظه بیدار شو من اینجا خرید کنم. بیدار شید. بیا سگ خور بیا. بابا نه جلو. 3 تا براتون دارم بیزارم دیگه بگیر. چرا بیا لیاقت ندارید دیگه. صافت اشکال بیلیونده. هر کی اینجا بخوابه لیاقتش همینه. والا بخواب بگیر بخواب بچه. بابا آیفون ها رو رد کنید بیاد من برم بفروشم. 2 مشتریه. خب بس داشت سیکتو بزن تو هم سیکتو. نه شما سیکتو بزن. نه چقدر پول دادی؟ $34 پول داریم. 15 تا گوشی تا الان فروختیم. فکر کنم گرفتیم. 15 تا گوشی فروختیم تا الان. اینا اگه نخوابن خیلی خوب میشه. خب باید کار کنید ببینم. کار کن بیا. خب بیا برید کار کنید. من اینجا گوشی ها رو بگیرم. این 3 تا گوشی ها. خب بفرما تمام عالی و بریم. اوکی پولو بده. شما هم پولو بده. ببین این دختر از تو بیشتر دختره. یه لحظه گفتم. ببین این بازی خیلی داره خوب پیش میره. خب بالاخره اومد. برامه نمیم ولی بالاخره اومد. رام اسکنش نیست. البته شاید واقعا نمیدونم این رامه. آره یه لحظه واقعا اسکن تشخیص بدم بیشه پولوزی نکنید. پول میخوام. خب به خانم محترم این باز خیلی داره خوب میشه ولی اینا ای کاش شلاق داشتم میزدم یکیتونو. بیا بگیرید. مثلا 37 تا فعلا دارم داشت. انتظار ندارم اونا که خیلی بازی میکنن بیان. خیلی از اون انتظار دارم. ببین 50 و $70 پول داریم. چی بخرم؟ 10 تا گوشی میخواد. بیا اینم 10 تا گوشی. ببین بیا. چه با کلاس بازی ها نمیره جمون. خب ببینید داشتم میگفتم بعد میایم اینجا. بر هر 2 تاتون آیفون دارم. فقط میشه بگید چرا هر دوقلو بیا دوقلوهای به هم چسبیده. بله مثلا خب ببین من وظیفه تو رو باید بدونم. آره من وظیفه تو دونسته بشه. با این $95 این را هم برس به داد این ناتوان. بفرمون بخر. یه کارگرم داریم اینجا. خب بالاخره تمام شد گیم. پارت بعدی از نمیذارم. فردا نمیدونم گیم چی بریم. شاید هم دیگه بازی پارتی بریم. خب دوستان عزیز دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردید. چاکر همتونم. لایک کنید ساب کنید هم چنل منو هم چنل راماتاکو. حتما ساب کنید تا یک ویدیوی دیگه با من. بای بای.